پسر کاکای اجازه نداره در داخل خانه داخل شود. گپ مرا میفهمین؟ پسر ماما اجازه نداره که به خانه اعضای خانواده ما رو ببینه. پسر عمه اجازه را نداره که داخل خانه بیاد. داماد یک زنی خانه یک دختری خانه است، کلگی نیست. این باجه نیست که باجه ما میشه این خسر بره با او کس بشه، این گپا نیست در دین. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و میگه یک کس با نامحرم دست بته، میگه ازی کرده که در سرش میخ کوبیده شو، برش بهتر است که با یک نامحرم دست بده. عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه در عمر پیامبر دستش با نامحرم تماس نکرده. اینجا دختر کاکاس می با پسر کاکاس دست سلام علیکم و رحمت الله. دل ما خیلی پاک است. نکامی دین قسخ نگیرین او مردم، دین قسخ نگیرین. دین سخت نگیریم. او روز یک کسی زنگ زده بود، گفت خار زده بالای خاله خود عاشق شده. گپ مرا میگیرن؟ خار زده بالای خاله خود عاشق شده. نکاح میتونن یا چی میکنن؟ حالا راه حل چی است؟ میگه والا خیر دل باختن سر یکی دیگه. دل باختن ها میفهمن از کجا شروع میشه؟ از سهلنگاری های ما. پسر کاکاس بیا مشکل نداره، پسر عمه بیا مشکل نداره، دیگه تو محرم هستی. اینمی میره میشناسن که نشستگی هستون با شما، مثل که شما برای خانواده ما نامحرم هستن، ما برای خانواده شما نامحرم هستم. اونمو پسر کاکا و پسر عمه و پسر خاله اینمی کلش اونمو قسم نامحرم است، مثل که مردم روی بازار برای خانواده ما نامحرم است. هیچ تفاوتی با این نداره. حتی پیامبر میگه در مورد این خسورگری و خسورداری، میگه اینا مانند مرگ هستن. در حدیث پیامبر آمده میگه این مانند مرگ هستن. یک دفعه که خسور شد دیگه کلگت پایشان دیگه باز میشه، اجازه نیست، ممنوع هست، نامحرم است، اجازه نداره. اونمو قسمه که از مردم روی بازار ما مخالفت داریم که در خانه ما پایشان باید گذاشته نشه، پسر کاکام اجازه نداره. دست دادن نیست که دست بدم رایش بنشینه باش، نه. خانه ها باید حتی چی میگم براتون، زنهای برادر روی یک دسترخوان نشسته نمیتونن. این که ما شما میکنیمش او کار ما شما هست. میگی هستی زن برادرم هست، اون زن برادرم هست، اینجا بی آجی سب نشستگی، سوی پدرس نشسته، اینجا یک جوانک کاکا نشستگی، یک جوانک دیگر خانومک شده نشستگی، سزو خانم شده نشستگی. از یک فالسی دیگه زانوهایشون یک دامن طرف بلند دیگه با لباسای عادی خانواده نشستگی هستن. اونو یک نفر خانمی از مرد است و دیگه ایش نیست. ما ای تو زنگا را دیدیم، زنگ آمدم میگم ما از شوهر خود خسته شدیم، با برادرش ما ارتباط دارم، دوستش دارم. اینمی تو زنگ قسم به خدا جواب دادیم، یک بار نه 10 بار. ما از شوهر خود خسته شدیم، با برادرش ما یک کمی اینقدر مهربان است، اینقدر خوب آدم است. از تو که میگه خیلی خوب آدم است، طوری کل خراب نیست، میگه اونو خیلی خوب آدم است. مشکل از کجا پیدا میشه؟ سهلنگاری های ما و در ضمن اعتماد بی بنیاد و بی معنای ما هست که کارا را اینمی رو در خانواده ها ممنوع بکنه، در خانواده را ممنوع بکنن، برای مردم بفهمانه. بعضی جاها مردم خفه میشه، عروس خانه است، عروس دین را کمی میفهمه، میگه نه تو برو با او دست بده، میگه من نمیتونم، دستون نامحرم است، میگه نه سیاست خانوادگی ما میگه دین قدر سخت نگیرن. دین قدر آسان هم نیست که ما میگیریمش، اینقدر آسان هم نیست. وقتی که خانه محل تقوا و پرهیزگاری باشه، این چیزا دیگه درش جای داره. اگه محل تقوا و پرهیزگاری نبود، باز دیگه مطلع است.